ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 28. حالا حکومتی مهنتکشان میگویند، لیکن در حقیقت چی شد؟ عبدالرحمن مینباشی من وکیل آذوقه گفته مردم را خانه سالات کرد. به انبار و اوره پرگندم بایان و حناتان کار ندارد. ما حکومت فقیر خلق گفته همیشه چشمش را به یک خم گندم دیهقانی فقیر دوخته است. پیشتر به بدل غله چای، قند، چیت و دیگر چیزها میداد. اکنون هرگاه چیز از بخارا آید میدهم گفته یک دستخطی خشک میدهد. این دستخط را دیهقان به آب تر کرده خورد یا به زمین انداخته کارد. این گناه عبدالرحمن است. امروز نباشد فردا خیانت‌های او معلوم شده به جزایش میرسد. به ما نه ابراهیم در کار است نه امیرش. ابراهیم بعد از پسند شدن گفتگوزار و غلغله مردم به سخن خود دوام کرده گفت: غرم را فوزیل و درواز را ایشانی سلطان از خود کردند. اگر 60 نفر عسکری سرخ را که به درون کولاب ماندند به حساب نگیریم، گفته می توانیم که کولاب و بلجوان به دست دولتمند و عبدالقیوم در آمده است. خودی من با چند نفر همراهان خود یک خط کرده قرغان تپه را خالی کناندم. رفقام آنجا با خواندن خط من قرغان را پرتافته گریخت. من در آنجا در آمده چند نفر مرد و زنی را که به بلشویکان اظهار دوستی می کردند یافته کشتم و از جانب خود در آنجا کنجبیک را حاکم تعیین کردم. از خطهای سید بیگ تقایی امیر معلوم می شود که جناب عالی به زودی از دولت انگلیس و افغان یاری گرفته می آیند. تا آن وقت ما مملکت را از دشمن خالی کرده ایستاده نمان در کار است تا که به پیش جناب عالی با روی سرخ براییم. اگر شما به من یاری دید، دوشنبه را خالی کرده گرفتن آنقدر دشوار نیست. غلغله: هیچ نمی شود. تو پسی کاری خود رو، ما را به بیچارگی خود گذار. به تو چیز در کار باشد ما کم و بیش چیز هم جمع کرده به تو میفرستانیم، گفت قرخان یابانی. حیف کی، گفت ابراهیم خود به خود، این آدم با پدرم قدردان بود، وگرنه حاضر با یک تیر مینش را از کاسه خانه ای سرش می برآوردم. و به مردم نگاه کرده گفت: شما را من مسلمان گفته به اینجا جیغ زدم. با مسلمانان دیگر یک شده غذا کنیم گفتم. غذا فرض است. اگر باور نکنید از ملایان پرسید. جهاد فرض است. جهاد فرض است. از دو سه کله های سله سفید دار برای تصدیق سخن ابراهیم این گونه صدا برآمد. ابراهیم به سخن خود دوام کرده گفت: شما به جای یاری دادن به من گپ‌های سخت میزنید و ورساقی میخوانید. تقصیر عرض دارم. ابراهیم از گپ زدن به مردم باز ایستاده به گوینده این سخن نگاه کرده. چی میگویی؟ من امشب وقتی که عسکران سرخ از راه میگذشتند مبادا به من ضرر نرسانند گفته گله خود را به کناره رانده تا روز آنها را نگهداری کردم. بعد از سفید شدن روز گله را از چشم گذرانیده دیدم که در میان مادی آنها یک اسب سیاه دنبوریده زنجیر نقطه‌دار که به بالایش باری بسته داشت پیدا شده است. آن اسب را دست گرفته بارهایش را گشاده دیدم که 2 قطعه تیر و 6 دانه ملتیق است. این اسب همان اسب است که با بارش پیش شما آوردم. گفته آن شخص اسب بارداری را
به ابراهیم پیشکش کرد. ابراهیم پس از شنیدن این سخن به مردم نگاه کرده: شنیدید؟ این است یاری الهی، این است سلاح غیبی که خدا به ما فرستاده است. شما همه بی ایمانید که در راه خدا یاری دادن را نمی خواهید. اکنون من میان خود را محکم بسته به کار برآمدم. هر کس که گردن تابی کند دانسته ماند که به غضب خدا گرفتار می شود و به جا آوردن آن غضب خودی من هستم. ما در راه خدا غزا می کنیم و خدا با ماست. و اسب خود را سوار شده به طرف دوشنبه راند و 200 نفر مرد هم از آن جمع آمد جدا شده به دنبال او افتادند. فصل ششم، جزا. در قشلاق شاه منصور اهالی در پیش مسجد جمع شده بودند. از احوالشان معلوم می شد که حادثه های از عادت بیرونی روی داده است و مناسبت خود را با آن حادثه ها تعیین کردنشان در کار است. بای قشلاق گفت: ابراهیم بیگ به نیت غزا میان بسته است. به مایان لازم است که از روی حامیت اسلامی به وی یاری دهیم. ابراهیم کجا و اسلامیت کجا؟ حق بردی نام یکی از اهالی قشلاق گفت: یک آدمی که از پدر و بابایش دزدی را به خود کسب کرده آمده باشد با اسلامیت چه مناسبت دارد؟ امام دیهه به گپ همراه شده گفت: در کتاب‌های تاریخ مذکور است که امیر تیموری صاحب قران هم در اول‌های کار خود راهزنی می‌کرد. عجب نیست که این دزدی ما هم روزی صاحب قران شده برآید. بنابراین یاری دادن در کار است تا که در آن روز شرمسار نشوید. صداها: حق بردی راست میگوید. از دوست چی امید کرده می شود؟ مقصد وی تاراج کردن مردم است. ما چرا به تاراج کننده خود یاری دهیم؟ دوست هم باشد، بای گفت. حالا مرغ دولت به سر وی نشسته است. در نارم به وی از غیب سلاح رسیده است. میلیسه های به خودش مقابل برآمده را پیش کرده، بعضیشان را کشته، یراقهایشان را گرفته است. به یک دولتی که امیر را گریزانده بود مقابل برآمدن کاری آسان نیست. اینها همه علامت آن است که این آدم صاحب قران است. یک آدمی را که خدا به مرتبه صاحب قرانیش لایق بیند ما چرا از وی گردن تابیم؟ از وی گردن تافتن از خدا روی گرداندن حساب می آبد. امام گفت: یراق غیبی که تو میگویی، حق بردی گفت، آن یراق است که در گذری راه یک اسبی که به وی سلاح بار کرده بودند به سبب سهل گرفتن عسکران سرخ به گله مادیان ها همراه شده مانده است. میلیسیه ها را گریزانده سلاح آنها را گرفتنش عیب حکومتداران دوشنبه است که به مقابل یک دزدی نشانزن تجربه کار چند نفر میلیسیه ناآزموده کار را فرستادند. وقتی که به مقابلش چند نفر عسکر سرخ برآمده است ایست نکرده گریخته است. دویدن گوساله تا کهدان میگویند که راست است. من گفت بای برای نفع شماها گپ میزنم، وگرنه به من چی؟ من هم یکی از شمایان. اگر به ابراهیم یاری ندهید همه غله‌تان را عبدالرحمن منگباشی گرفته به بلشویکان میخوراند. اگرچه در آن قطار از من هم غله رود باز من میتوانم که خود را هر نوع کرده از گشنگی نگاه دارم. خانه گرگ به استخوان نیست گفتند. اما اگر غله شما از دستتان رود از گرسنگی میمیرید و برای کشت هم به دستتان تخمی نمیماند. در آن وقت که من هم به دستم غله کم میماند مثل زمان امیر به شما برای تخمی غله دادن نمیتوانم. حکومت مهنتکشان به گرسنه و به بی تخم ماندن دهقانان خاکپاش راضی نمی شود. این گپ را چند بار کارکنان حکومت در مجلس ها و بازارها به مردم گفتند. اگرچه در وقتی در کاری از ما غله ستاند هم وقتی که ما محتاج شویم هر نوع کرده به ما میرساند و نمیماند که بعد از این از تو 1 من تخمی را به 2 من قرض گیریم.
به ما گفت حقبردی دوست در کار نه. اگر به تو در کار باشد خودت به پیش وی رفتن گیر. اگر ابراهیم زور براید باز به سر ما امیر را می آورد که ما هنوز جبر ظلم او را از یاد نبرآورده ایم. درد کمپیر غوزه بای هم آمدن امیر را می خواهد. دیگری گفت. مجلس پراکنده شد و از همه پیشتر بای دامن خود را افشانده از مجلس برآمده رفت. شب در وقتی که مردم در خواب بودند صدای پی در پی خالی شدن چند ملتق آمد. همه سراسیمه‌وار از خواب بیدار شده تا که دروازه های حولی خودهاشان برآمدند. لیکن هر کسی که از حولیش برآمد دست و پایش بسته شده به کوچه افتاد. دزدان قشلاق شاه منصور را فرا گرفته بودند. قشلاق را از یک سر خانکاوه کرده همه چیزهای کارایی را خنداشته گرفتند. این است گفت ابراهیم جزای کسانی که به لشکر اسلام یاری نمیدهد. گوش و بینی کسانی را که مرده میلیت و اسکران را از راه برداشته گرانیدند برید. حق بردی را دست و گردن بسته پیش اندازید و دیگران را به حال خودهاشان گذارید که از گرسنگی بمیرند و ببینند که بلشویکانشان چگونه آذوقه رسانده آنها را سیر میکردند. بعد از 1 ساعت غیر از خانه ایمان و بای در دیگر جای چیزی باقی نمانده بود. بعد از آن که کوکتاش، مولانا و دیگر قشلاق‌های اطراف دوشنبه هم مانند قشلاق شاه منصور جزا دیدند، کلان شوندگان، ملایان، ایشانان، سرکردگان، عملداران و بایان در قشلاق قرسول سرجم شده عهد و پیمان بسته ابراهیم را به خود کلام برداشتند. در پایان مجلس ابراهیم گفت خدا را شکر خودمان اکنون دولت شدیم. لیکن کسانی که در این مجلس جمع آمده فاتحه خواندند عهد و پیمان خود را نشکنند چی بودن فاتحه را از یاد نبرارند. فاتحه مهر خداست تقصیر. کسی که فاتحه را میشکند گویا که مهر خدا را شکسته است گفت یک ملا. همین طور است. ابراهیم به سخن خود دوام می کند. از جناب عالی هم هر روز خبرهای خوش رسیده ایستاده است. جناب عالی در مبارکنامه خود نوشتند که هر کدام از نوکران جانبازی کنند به ما معلوم کنید به آنها عملهای کلان می دهیم. حضرت کرامات کردند تقصیر. یکی از سرکردگان گفت رسمی پادشاهان پیشین هم همین بود. کسانی جانسپار را از دولت محروم نمی کردند. چنانچه خودی من در وقت پدرشان امیر مرحوم یک دهقان را که خراج پادشاهی را نداده میخواست به افغانستان گریزد دستگیر کرده آورده بودم. یک باره مرا میراخور کرده بودند. حالا همچنین می شود. ابراهیم می گوید هر کسی که جان سپاری کند از روی نشان دادی من جناب عالی سرافرازش می کنند. تیر و تفنگ هم از جناب عالی پی در پی رسیده آمده ایستاده است. لیکن مردم ما جنگ های نظامی را ندیدند. بنابراین به ما لازم است که تا درست مشق دیدن نوکرانمان تا می توانیم با اسکران سرخ روبرو نشویم. اما کاری کنیم که آنها به آذوقه مانند. برای این به ما لازم است که دهقانان را سختگیری کنیم تا که به شهر آذوقه نبرند. اگر دانیم که دهقان بشر یک کف آذوقه برده است یا با آذوقه بری دلالت کرده است او را به سخت‌ترین جزاها گرفتار نماییم. اگر اسکران سرخ خود برآمده از قشلاق‌ها آذوقه گیرند چی کار میکنیم؟ گفت نوکره. اگر اسکران سرخ برآمده از قشلاق آذوقه گیرند ما باید بعد از رفتن آنها اهالی آن قشلاق را جزای سخت دهیم تا که دوباره به اختیار خود به اسکران سرخ آذوقه ندهند. در این حال اسکران سرخ مجبور می شوند که با آذوقه ندادگان معامله سخت کنند. در این صورت در میان مردم و اسکران سرخ دشمنی می افتد. این عین مدعای ماست.
اگر اسکران سرخ هفته یک بار به قشلاقی برایند، آدمان ما همیشه در همه قشلاق‌ها یافت می‌شوند. بنابراین ما می‌توانیم که هر نوع کرده حکم خود را به قشلاق جاری کنیم. در قشلاق‌ها پل، موزه و جامه انداز کرده نوکران خود را پوشانده و خورانده ایستاده نمان در کار است. به ملایان و ایشانان رسمی قش و علوفه دادن را برپا کنیم. اینها دعاگویان خالصی ما و جناب اولیان و می‌توانند که مردم را با هر راه از دادن آذوقه به بلشویکان باز دارند. یکی از ملایان نیمخیز شده: کرامات کردن تقصیر، کرامات. خدا دولتشان را زیاد گرداند. بین نبی و اولی الحجت، به حرمت پیغمبر و اولاد بزرگوار او گفته دعا کرد. خلاصه کلام، گفت ابراهیم، ما می توانیم با هر راه آذوقه را از شهر باز داریم. بهترین و آسانترین این راه ها جزاست. فصل هفتم: بزم و کوبکاری. در کوکتاش حولی را درون بیرون تا پیش دروازه و سری کوچه رفته آب زدند. اسبان بدوی راهوار را سیسان چابک دست در یک کمی خاک قطار بسته آب و جارب می کنند. بر روی شه صفه قالین کلانی را انداختند که سر تا سر آن صفه را برابر گرفته است. در دو طرفی دراز روی صفه دو کرپچه یک اندازه ابر حصاری را انداخته در پیشگاهش 4 قبط کرپچه ادرس و شاهی و اطلس و مخمل را پهن کردند. بر روی اینها یک شخصی تخمیناً 45 ساله‌ای بلند قامت بزرگی سیاه چهره 3 بالش پر را بالای هم به زیر آرنج خود نهاده یک پهلو یازیده نشسته است. به طرف پای این شخص یک جوان 16-17 ساله‌ای نشسته است که پایهایش را میمالد. در طرف پایانتر صفه باز یک بچه به همین سن سال میان خود را با فوطه سفیدی بسته به پیش خود یک چایمک و پیاله را به لعلیچه نهاده نشسته است که هرگاه آن شخص پیشگاه نشین اشارت کند چای را به پیاله کشیده، پیاله را بر روی لعلیچه نهاده با 2 دست ادب برده به پیش آن شخص گذاشته پوشناک راه رفته به جای خود بازگشته می نشیند. در دو طرف صفه برای کرپچه های یک انداز 4-5 نفر دیگر دو زانو نشستند که از سر و لباسشان بعضیشان بای و بعضیشان عملدار بر این می نمایند. در طرف پایان صفه برای کرپچه 4 نفر دیگر نشستند که به پیششان 2 منقل آتش نهاده شده است. یکی از اینها به دست خود رباب دارد که گوشک های وی را تافته تارهایش را به میزراب می آورد. 2 نفر دیگرشان دایره و دنبکی در دست داشته خودهاشان را بروی منقل آتش ترنگ می کنند. یک نفر اینها تخمیناً 17-18 ساله است. کاغل های سیاهی دراز خود را از زیر کلپوش تاس برآورده شانه می زند. شخصی پیشگاه نشین وقتی که پیاله‌ای در دست داشته خود را خالی کرده بروی لعلیچه گذاشت به طرف ربابی نگاه کرده: شما آقا چند سال باز در این طرف ها هستید؟ شخصی ربابی که از قیافه لهجهش افغان بودنش معلوم می شد سردار صاحب گفت: ما 3 سال شد که به نیت غزا از وطن خود آمده در بخارا به امیر صاحب نوکر شده بودیم. گاه رباب نواخته بس می کرده اهل درباب امیر صاحب را خرسند هم می کردیم. پس از آن که امیر صاحب از این ملک رفتن ما بی صاحب شده مانده بودیم. شکر خدا که شما صاحب دولت شدید و باز به ما نوبت رسید که هنرهای خود را نشان دهیم. خب اینطور باشد یک مشق کنید شنویم، گفت شخصی صدرنشین. رباب و دایره و دنبک با هم جور شدند و ربابی خوانش سر کرد: برد آقام پیسری هوش من از بانگ رباب، الله الله عجب نغمه سرایی بود است، از پینک رفتن و همیازه و خوابالودش میتوان یافت که دوشینه بجایی بود است. آقا، گفت شخصی صدرنشین،
اوفر کنید که بازی بچه‌تان را تماشا کنیم. به زودی نغمه های سازها به اوفر گذشت. بچه کاکلدار هم از جای خود خیسته به رقص در آمد و ربابی خوانش سر کرد. به دستت دادم تیشه، میده کنی قمیشه، کسی که غازی میشه بغل کشد بیریشه. ای کسی که غازی میشه بغل کشد بیریشه. در عین گرمی بزم دام الله امام از دروازه در آمد، لیکن برای اینکه به بزم میر غازی خلل نرسد و برای احترام او از مجلس بزم برنخیزند، زود پای مانده برای صفه برآمد. شخصی پیشگاه برای احترام وی به اندک جنبش اختفا کرده از بالاتر صفه به وی جای نشان داد. امام آمده نشسته در حق میر غازی و جناب عالی دعا کرد. تقصیر؟ گفت شخصی صدرنشین به امام. عیب نفرمایید ده، گاه غمزه و اصول، گاه خدا و رسول گفتند. ما شب و روز در راه دین اسلام جهاد میکنیم، گاه بزمی ترتیب داده دماغ را چاق نکنیم نمیشود ده. البته گفت امام، این سنت پادشاهان پیشین است. در کتاب های تاریخ مذکور است که خلفای عباسیه هم با کنیزکان بزم میکردند. البته در ولی بودن آنها هیچ شک و شبهه‌ای نیست. دور نرویم، میشنیدیم که جناب عالی هم وقتی در بخارا بودنشون بزمهای خاصگی کرده دماغشون را چاق میکردند. گاه جناب ایشان قاضی کلانی شهید را هم به بزم میدر آوردند که آن شخص از جوان چای قند کرده گرفته به وی خوشامدها میزدند. خب اینطور باشد شما هم سنت ایشان کلان را بجا آورده از جوان ما یک چای قند کرده گرفته به وی یک خوشامد زنید کنید. امام یک پیاله چای را پیش بچه رقاص آورد و دست خود را به گردن وی انداخته چای را پیش لبش داشت. صدقت شوم برای خاطر ما به میر غازی ما یک التفات کن گفت. دام الله خودتان را دیدن گیرید. شخصی پیشگاه نشین میگوید به من شب در تگ کرپه التفات میکنند. اهل مجلس قهقه زده خندیدند و ربابی به خوانش خود دوام کرد. به دست دادم رومال، بیا بروی من مال، کسی که غازی میشه به وی رسد پول و مال. آی کسی که غازی میشه به وی رسد پول و مال. به دام الله امام هم اندک پول و مال میرسد گوی آقا، گفت امام به ربابی. ربابی پس از آن که روی خود را به طرف امام گردانده دو سه ناخن به رباب زد گفت کسی که ملا میشه زله برد همیشه. کسی که ملا میشه زله برد همیشه. نوکران باسمچی یک نفر دست و گردن بسته را از دروازه در آورده به شخصی پیشگاه نشین روبرو کردند. این کیست؟ گفت شخصی پیشگاه نشین. سعدالله نام از قشلاق راحتی است که در وقتی برای بلشویکان به شهر غله برده ایستادنش دستگیرش کردیم. گفته یک نوکر جواب داد. خب حالا ایستد، پس از بزم از وی گپ میپرسیم. لیکن تا تمام شدن بزم زنده ماندن به این آدم نصیب نشد. 50 نفر باسمچی دیگر با عبدالرشید لقی سواره به حولی در آمدند و عبدالرشید آن مرد را دیده به شخصی صدرنشین گفت ابراهیم بک، یک دقیقه هم زنده ماندن این آدم درست نیست. به ما سپار که بیابان برآورده کوبکاری کنیم تا که بزم تو بی کوبکاری نشود. به یعنی گفتن ابراهیم منتظر نشده سواران سعدالله را در ربودند و لباسهایش را از تنش کشیده گرفته خودش را از دروازه بیرون برآوردند و بزوار به کوبکاری کردنش سر کردند. در میدان کوبکاری چپاندازان به بوزی سربریده چی معامله می کرده باشند، اینها هم به آدمی زنده همان معامله را کردند. بعد از نیم ساعت کشمکش دست و پای و سر و گردن سعدالله از هم جدا شده تنهش مانندی خیک پرخونی به زمین افتاد. اکنون تودکشی میکنیم، گفت عبدالرشید.
هر کس این بوز را از توده برآورده به پیش میر غازی برده اندازد، مال و اسباب و زن جوان این از آن همان آدم است. این شرط به چپاندازان معقول شد. خیکی پرخون را کسی به بالای درختی برآورد. چپاندازان آستین ها را برزده، لجام ها را به گردن اسب ها پرتافته، قمچین ها را به دندان گزیده، دست ها را بر هوا کرده ایستادند. بوزانداز پس از آن که خیکی پرخون را 2-3 بار به هر طرف الوانج داد، در میانه توده پرتافت. چپاندازان با کمال چالاکی قامت های خود را از بالای اسب به زمین خم کرده از 4 طرف خیکی پرخون گرفتند. باز کشمکش سر شد. عاقبت عبدالرشید یک کجیله را 4 قط کرده به میان خیکی پرخون انداخت و سر دیگری یک کجیله را به قاش زین محکم بسته به اسب خود قمچین زد. اسب با 2 خیز زدن خود را از توده به کنار کشید. اگرچه دیگران هم از پس وی اسب راندند، لیکن اسب عبدالرشید میدان را چپ غلط زده تخمیناً 100 قدم از توده جدا شد و به درون حولی در آمده به پیش مجلسی بزم ایستاد. عبدالرشید خیکی پرخون را با پایان صوفه در پیش نظر ابراهیم به زمین انداخته گفت: این است کوبکاری ما که بوز را هم خودم برآورده انداختم. ربابی هنوز به خوانش خود دوام می کرد و پختر گیر پختر، پخته ناساختر، کسی که غازی میشه ببر کشد دختره. آی کسی که غازی میشه ببر کشد دختره. گویان وقتی میر غازی را خوش می کرد. فصل 8. پس گشتم برای پیش جهیدن. هوا در غایت سردی، برف می بارید. درون کلوبی گرنیزان که عبارت از یک خانه ویرانه محلی ساخت است، در سردی از بیرون کمتر فرق دارد. حتی پارچه های برف هایی که با گردباد از ترقش در و سوراخ روزن پی در آمده می ایستند، روی خانه را مانندی پلاس سفید پوشانده بودند. در میانه خانه 10 نفر نمایندگان اسکران سرخ یشیک‌های استر خالی شده را در زیر خود نهاده نشستند. از شنیل و از موزه های دریده شان معلوم می شود که در این نزدیکی ها به اینها لباس نرسیده است. از رنگ های پریده و روی های خشکیده شان می توان یافت که اینها دیر باز با سیری خوراک هم نخوردند. لیکن از چشمان آتشبار درخشانشان ظاهر است که شجاعت و غیرت عسکری سرخیشان هنوز پا برجاست. رفیقان، مجلس را گشاده اعلان می کنم، گفت رئیس مجلس. در روزنامه تنها یک مسئله کولاب را پرتافته برآمدن یا بعد از این در اینجا ماندن است. کسی به این روزنامه علاوه دارد؟ نیست. گفته می شود که روزنامه با یک آواز قبول شد. برای معروضه با کمیسری سیاسی سخن داده می شود. رفیقان، ما هرچی ممکن بود برای نگهداری قلعه کولاب کردیم. در گرسنگی، در برهنگی و در سرما صبر نمودیم. با 3000 نفر باسمچی که با یراق‌های انگلیسی مسلح شدند، تنها با این 60 نفر عسکری سرخ، با این 60 نفر که با این همه سختی ها از شجاعت عسکری سرخانه خود هیچ نکاهیدند، مظفرانه مقابلت کردیم و بعد از این هم اگر لازم باشد مقابلت کرده می توانیم. لیکن من گمان می کنم که بعد از این در اینجا ماندنمان بیفایده است.
زیرا ماها گذشت که از طرف دوشنبه به ما یاری نرسید و بعد از این هم در این نزدیکی ها به رسیدن یاری امید نیست. به بالای این خصوصا مسئله آذوقه جای اندیشه است. مسئله آذوقه مسئله است که از بالای وی سرسری گذشتن ممکن نیست. در این باره فکری رفیقان را شنیده باید مجلس به یک قرار آید. شما گفتار 28 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.